کنور شهر ایسو روز 5 آگوست عظیموف را بر اساس دو بند کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 109 قسم 2 رساندن به خودکشی و ماده 247 قسم 4 قلابی گناهکار شناخته به 9 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت در رفت تفتیشات پیشکی و مرافعه سودی معین کرده شده است که عظیموف تخمینا ماه اپریل سال 2020 شهروندان تویروف، نوروز تک، قادرف آم و یوسفوف اس را به دزدی مرغ متهم نموده شان و اعتبار آنها را منتظم پس زده است و با تهدید خبر دادن به مقامات حفظ حقوق یا به خدمت حربی سفربر کردن از آنها پول طلب کرده و همچنین به کارهای خواجگیش جلب میکرده است. همین طور عظیموف از ماه اپریل تا ماه آگوست سال 2020 منتظم شان و اعتبار نابالغ تویروف سه را در نزد رفیقانش پس زده از تویروف سه پول طلب کرده تهدید کرده است که اگر پول ندهد مرغ دزدیش را به میلیسیا خبر میرساند. با این قانع نشده قادرف آم را 2 مرتبه برای 1500 سومونی به منزل استقامتی والدان تویروف سه به نزد مادرش صدیق و روان کرده است. در نهایت نابالغ تویروف از تهدید و تحقیر دائمی از جانب عظیموف طاقت نکرده از ترس بدنام نشدن در نزد اهل عائله و همدیگان شب 14 آگوست سال 2020 تخمینا ساعت 23 خود را در خانه‌اش در دهه آبگرم جماعت نوآباد در کنار شهر ایسار به دار کشیده است. دادگاه همچنین عظیموف را در 4 لحظه قلابی گناهکار شناخته و برای 4 سال از حق اشغال منصب‌ها در مقامات ساحه زمین‌سازی نیز محروم کرد.